دوستان عزیز سلام. دوره‌ای رو می‌خوایم با هم داشته باشیم حدوداً توی 10 جلسه در باز زمانی‌های کوتاه، شاید 6-7 دقیقه‌ای، و اینکه آشناتون بکنم با مباحث ترسیم، البته در قالب یک سری پارامترهای در واقع مبتدی و پایه. یه سری کارهایی رو دارم نشون میدم که قبلا ترسیم شده و شاید این کارها رو شما در صفحه اینستاگرام دیده باشین و در واقع توی این کارهایی که نمایش داده میشه، اولین اتفاق یا اولین عنصری که به چشم میاد و در واقع خودشو داره به صورت یک ارزش نمایش میده بحث خط هست و کیفیت خطی که به عنوان یک توانایی برای یک طراح، برای یک دیزاینر میتونه بسیار بسیار حائز اهمیت باشه. به هم دلیل چیزی که تو پروسه آموزش اتفاق میفته در گام اول این هستش که ما بتونیم یک سری خطوط خوب رو، خطوط با ارزش رو تعریف بکنیم و این خوب بودن رو بیایم یه مقداری برای همدیگه تعریف بکنیم که معنای خط خوب یا معنای خط کیفی چه پارامترهایی میتونه در واقع باشه و تعریف پیدا بکنه. از این طرح‌ها که بگذریم، من خیلی سریع چند تا مورد رو برای در واقع پارت اولمون یا سیزن یکمون صحبت میکنم. این که ما بتونیم خط سالم بکشیم. ما در نگاه اول خط عمودی، چیزی که هممون باهاش آشنا هستیم، خط در واقع افقی و شاید خط مورب رو به عنوان 3 تا رکن اصلی که در ترسیم خط وجود داره در ترسیم باهاش آشنا هستیم. این که ما بتونیم از یک نقطه شروع بکنیم و به یک نقطه خطمون رو ختم بکنیم. به هیچ عنوان در شروع کار ما از خطوطی که در واقع پرتاب میشن استفاده نمی‌کنیم، کما اینکه در آینده این قالب ترسیم خط به عنوان تکنیک میتونه معنا داشته باشه. زمانی که داریم خط میکشیم سعی نمی‌کنیم که خطوط تکراری رو برای ترسیم یک خط بلند استفاده بکنیم. به هیچ عنوان به مچ دستمون تکیه نمی‌کنیم، به آرنج تکیه نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم که خیلی راحت و آزادانه از در واقع حرکت‌هایی که از کتف صورت میگیره خطوطمون رو ترسیم بکنیم. با استرس و فشار زیاد خط نمیکشیم، چون بعداً این خطوط در ترسیم هایی که با ماژیک یا روان‌نویس اتفاق میفته کیفیت خوبی رو نشون نمیده. پس ما شروع میکنیم از یک نقطه به یک نقطه در واقع خطوطمون رو ترسیم میکنیم. این نقاط رو میتونیم با فواصل متفاوت در صفحه‌ای که دارین کار میکنین جانمایی کنیم و در واقع خط رو بیایم بین این 2 تا نقطه ترسیم بکنیم. اگر خطوط ما خطوط بلندی باشن و نیاز تمرکز بیشتری وجود داشته باشه، میتونیم 3 تا یا 4 تا نقطه رو تعریف بکنیم و این خط‌ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. این اتفاق برای اینکه یک ارزش بصری بهتری داشته باشه، میتونیم یک شکل رو در نظر بگیریم. فرض بگیریم که یک مربعی رو میخوام بکشم که اندازه عضلش هم حدوداً 8 سانتی هست که در واقع از همون ابتدا بحث اندازه هم در ذهن ما تعریف پیدا بکنه. تمرین خط افقی از یک نقطه به یک نقطه، تمرین خط عمودی از یک نقطه به یک نقطه و همین قالب کار رو تکرار میکنم و این خط رو به صورت عمودی اینجا میکشم و همین خط رو به صورت افقی اینجا میکشم. برای خطوط مورب میتونیم از قطرها استفاده بکنیم و در واقع ترسیم خط مورب رو داشته باشیم. این خط مورب که در این مسیر قرار میگیره برای منی که راست دست هستم راحت هست، ولی برای این مسیر شاید برای کسی که راست دست هست ترسیم سختی باشه. ترجیحاً سعی میکنیم که کاغذمون رو تکون ندیم و کاملا ثابت شروع کنیم این خطوط رو ترسیم کردن. حالا در آینده اگر کاغذم تکون خورد دیگه خیلی اتفاق خاصی نخواهد بود. این خطوط عمودی رو میتونیم با فواصل 1 سانت حالا سعی کنیم تکرار کنیم و چشممون کنترل میکنه که این خطوط کاملا در راستای قائم و موازی با هم دیگه اتفاق بیفته. این کار که ادامه پیدا کرده، شما میتونین حالا خطوط در واقع افقی رو به این صورت تکرار بکنید و ترسیم بکنید و حتی بعد خطوط مورب. پس ابتدای کار ما خطوط رو به این صورت خیلی ساده در نظر میگیریم و بعد با ترسیم اشکال در واقع این تمرین خط‌ها رو ادامه میدیم تا اینکه یه مقداری دستمون به ترسیم خط عادت پیدا بکنه. در رابطه با ترسیم خط 2 پارامتر دیگر رو هم باید بهش توجه داشته باشیم. یکی اندازه خط هست و دومی زاویه خط در حین ترسیم که حالا به طور مثال در ابتدای کار صحبت از خطوط عمودی و صحبت از خطوط افقی شد که خط عمودی در واقع زاویه قائم داره و خط افقی هم زاویه
0 درجه رو داره. برای اندازه پیشفرض خط 11 سانت، 16 سانت و 6 سانت رو تعریف میکنیم و سعی میکنم که با ذهنیتی که نسبت به اندازه دارم یک خط 11 سانتی بکشم، یک خط 16 سانتی بکشم و شاید یک خط 6 سانتی بکشم و بعد با خطکش کنترل میکنم که آیا این اندازه ها درست هست یا خیر. خطی که در واقع اول کشیدم 11 سانت درسته، خط دوم 15 سانت شده، 1 سانت خطا داره و خط سوم 6 سانت درست است. یعنی در سه تا اندازه‌ای که در واقع تعریف کردم 2 اندازه درست ترسیم شده و اندازه سوم ما به اندازه 1 سانت تولرانس یا خطا داره. خیلی مهم هستش که زمانی که ما داریم خطی رو ترسیم می‌کنیم با توجه به اندازه در واقع 1 سانت یا اندازه 5 سانت یا اندازه 10 سانت اندازه ها رو در ترسیم خطمون کنترل بکنیم. یعنی از همون ابتدا صحبت بکنیم که می‌خوایم خطی رو بکشیم به اندازه 10 سانتی متر و بعد خطکش رو بذاریم و کنترل بکنیم. برای دوستانی که در حوزه دیزاین دارن فعالیت میکنن توجه به بحث اندازه بسیار بسیار حائز اهمیته و این اندازه رو ما میتونیم روی درجه هم تعریف بکنیم. من یک خط افق رو پیش‌فرض در نظر میگیرم و سعی میکنم یک خطی رو به طور مثال با زاویه 30 درجه ترسیم بکنم. با نقاله این زاویه رو کنترل میکنم که آیا این 30 درجه درست هست یا نه. خطی رو میخوام ترسیم بکنم با زاویه 45 درجه و این 45 درجه رو کنترل میکنم که آیا این اندازه که در نظر گرفتم در قالب زاویه درست هست یا نه. کار ساده‌ای که میتونیم انجام بدیم این هستش که این در واقع زاویه قائم رو بکشیم و سعی بکنیم چشمی این زاویه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم بکنیم و این خطوط رو در واقع ترسیم بکنیم. در اینجا ما زاویه 30 درجه، زاویه 60 درجه و زاویه 90 درجه رو داریم. حالا زاویه اول که 30 درجه هستش رو تقسیم بر 2 بکنیم، در واقع نیم سازش رو بکشیم و 2 تا زاویه 15 درجه و 15 درجه رو. پس طول کاغذ رو اگر به عنوان تراز قرار بدم میتونم نسبت به اون خطوط موربی رو ترسیم بکنم با زاویه 30 درجه، خطوط موربی رو ترسیم بکنم با زاویه 45 درجه. پس ما در جمع‌بندی کاری که اتفاق افتاد در این پارت آموزش، 1 خط سالم، ارزش خطمون و 2 پارامتر اندازه و زاویه رو مطرح کردیم که اگر دوستان در واقع بتونن یک تمرین کوتاهی روی این پارامتر داشته باشن برای مباحث بعدی که داریم صحبت میکنیم شاید بتونن خیلی کیفی‌تر و همونطور که صحبت شد خط خوب رو ترسیم بکنن. در فیلم بعدی صحبت از در واقع ترسیم اشکال و احجام رو خواهیم داشت که با همدیگه کار رو جلو میبریم.